از سلسله گفتگوهای اختصاصی کانون هنرمندان فیلم و تئاتر بومرز این بار در خدمت مازیار رزاقی هستیم. مازیار جان خوش آمدید. درود بر همگی، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادید. خوش اومدید به خونه کوچیک ما در پاریس. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout est... در ابتدای میخوام بدونم که چطور شد که به سینما علاقه‌مند شدی؟ اولین باری که یادم میاد صدایی رو ضبط کرده باشم، یادم همیشه دعوا بود بین پدرم و مادرم که مادرم میگفت پدرم شبا خورخور میکنه و پدرم قبول نمیکرد. و من برای که این دعوا تموم بشه یه ضبط صوتای قدیمی بود که با تیپ ضبط میشد. من یادم مخفیانه صدای بابا رو ضبط کردم روی کاست برای اینکه ثبت کنم و بهش بگم که مامان راست میگه و اینکه تو خورخور میکنی. و بدجنسی هم کردم که ضبط رو خیلی نزدیک دهن پدرم گذاشتم و این صدای خورخور به سطح اگزاژری بسیار قوی ضبط شد و این باعث شد که پدر من تا مدت‌ها افسردگی بگیره و واقعا رفت دکتر برای که خورخورش رو درمان کنه. یه تجربی داری از نظر چالشایی که در کار صدا برداری سر صحنه داشتی؟ من یادم اولین کاری که به سطح رسمی اسمم توی تیتراژ فیلم خورد فیلم نانوشهر بود از سری قصه‌های مجید که آقای کیومرث پور احمد خیار خدا بیامرز در اصفهان ضبط کردیم و خیلی لذت بخش بود اون کار. و ایشون خب طبیعتا یه جایی لازم بود با بازیگر رو حرف بزنن چون اکثر بازیگران نابازیگر بودن، حتی مادرشون که نقش بیبی رو بازی میکردن جز نابازیگرا بودن و من شخصا فکر میکردم که شاید این حرکت بی احترامی به صدا بردار که داره ضبط میکنه، ولی بعدا فهمیدم که این هم سبکی از کار ریالیستیه که میشه پذیرفت. کارگردانی که با هدف در یک جایی که تقاطع نداشته باشه با صدای بازیگر صحبت میکرد و ما هم بعد از پست پروداکشن اون قسمت ها رو حذف میکردیم. واسه اولین پروژه که بهش افتخار میکنم فیلم نانوشهر بود که در همون سال یادم این فیلم کاندید بهترین صدا برداری شد در جشنواره فجر و این فیلم اومد توی فرانسه و در سینمای فرانسه اکران شد و من به عنوان بومن دستیار صدا بردار با آقای محمود سنباکباشی شروع به همکاری کردم. آیا چه این رفتار بیرحمانه‌ای از طرف اجتماع رفتاری خارج از حدود انصاف نبوده است؟ همیشه همین حکایت است. این موجودات زنده کوچک، این مخلوقات خداوند بی پناه، بی پشتیبان و بی راهنما در چنگ حوادث بودند. کار را با محاکمه خیشتن آغاز کرد. همونطور که اشاره کردی رژیم‌های مستبد معمولاً میان تفرقه میاندازن تا حکومت کنن، آدم‌ها رو تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی، هماندیش و دگراندیش و یا دگرباش و غیره. آیا این مسئله واقعا مانع کاری بوده که دوست داشتی انجام بدی و به دلیل نوع نگاهت به زندگی باعث شده که در واقع محروم بشی از اون کارها در داخل ایران؟ ببین در صورت من کاملا واضح بود فرم زندگیم، فرم وارد شدن به سینما و فرم شرایط خانوادیم که جز اقلیت ها محسوب می شدم خیلی مشخص نبود و خیلی هم خودم بازگو نمی کردم. جز دیالوگای نسل ما نبود که بیایم بازگو کنیم دگراندیش هستیم یا دگرباش هستیم و اینکه شاید اصلا خودمون هم نمیدونستیم به چه صورت میتونیم به زبان مادریمون بازگو بکنیم. ولی در حقیقت ناحقی‌های زیادی برای آدمای مثل من شد و همچنان میشه. من دلگیری از کسی ندارم، ولی اشخاصی بودن که وقتی شک کردن یا حدس زدن که این مازیاری که میاد سر صحنه حالا گیه یا حالا ممکنه رابطه‌ای داشته باشه بعد از فیلم برداری با کسی یا هر چیزی، از ترس اینکه گیر بیفتن یا مسئله‌ای داشته باشن یه بهانه‌ای پیدا کردن که دیگه با من کار نکنن، ولی هیچ کدوم اینا به قول معروف به صورت رسمی اعلام نشد، مثل ممنوع کاریایی که در اونجا
پیش می آمد، هیچ وقت یادداشت نمیشد، ولی همه در گوشی برمی گفتن بهتره با فلانی کار نکنم. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a معادله فلسفی درست قرار گرفتن میکروفون برای رسیدن به نتیجه کامل و درست یک در حقیقت پشتوانه‌ای بود برای من در سن 37 سالگی که مهاجرت کردم. این درست و بجا قرار گرفتن به من این مفهوم داد که بتونم اینجا خودم رو درست و بجا معرفی کنم، درست و بجا قرار بدم ابزارها و کارت‌هایی و چیزهایی که حداقلایی که در دستم هست تا بتونم با این حداقلا بهترین بازی رو بکنم تا نتیجه مطلوب درستی رو در زندگی جدیدم داشته باشم. این ماجرای درست و بجا تا اونجا رفته که یک قانون در واقع 2 نفره در ارتباط با خدمات سینمایی راه انداختی. راجع به اون قانون بگو و اینکه چه خدمات داوطلبانه‌ای برای در واقع سینما انجام میدید. این نمیدونم دیده میشه، این لوگوی انجمن بیان پلاس هست. بیان پلاس یعنی درست و بجا، یعنی ویل این پلیس. همونطور که میبینی توی لوگو وقتی که حروف نابجا قرار گرفته بین سیاهی و سفیدی بی‌نظم هست، قابل خوندن نیست، ولی وقتی که به شکل منظمی قرار گرفته میشه خوندش و میشه دیدش و میشه گرافیک شدید. بیان آن پلاس قرار گرفتن این فلسفه‌ای بودش که من با تمام وجود حسش کردم، برای اینکه نه توی زندگی در مهاجرت خیلی خاموش و آروم باشم که کسی صدامو نشنوه و نه خیلی بلند و پر از فریاد که باعث آزار گوش‌های دیگران بشه. والا این توی فرانسه یا تو اروپا فکر میکنم برای شروع هر کسی میتونه یک انجمنی رو ثبت کنه، همون NGO هایی که ما توی ایران صحبت میکنیم، اسوسییشن. خیلی حرکت فرهنگی هستش که هر کسی به هر عنوانی به هر شکلی در آزادی و دموکراسی که اینجا وجود داره میتونه یک انجمنی ثبت بکنه. باید حداقل 5 نفر آدم از نزدیکان بیان، اشخاصی که مقیم اون کشور هستن و حاضر بشن که حمایت بکنن از ایده تو و انجمن تو. خب من این انجمن بیان آن پلاس رو 2013 به همراه ژان باتیست ثبت کردم و با دوستان خیلی عزیزی که از اون روز با ما هستن و هر سال افراد جدیدتری اضافه شدن. این انجمن 6 نفر از اعضای اصلی داره و افراد مختلفی هستن که با ما به صورت افتخاری همکاری میکنن. این انجمن به شکلی هستش که به صورت رایگانه، یعنی اشخاصی که، یعنی سرویس هایی که ما میدیم رایگانه، در قبالش پولی نمیگیریم و اشخاصی که هم برای ما کار میکنن به صورت رایگان انجام میدن. یه جور بدبستونی عادلانه فرهنگیه و خب اولش برای این شروع شدش که خب من کمک میکردم به سری افراد که شرایط مالی نداشتن بتونن دستمزد منو بدن، مثلا برای نصب باندها یا درست کردن آکوستیکی سالن‌ها، و بعد اونا سالن‌ها رو به صورت مجانی در اختیار من و برنامه‌های نمایشی انجمن قرار میدادن. همینجوری یه ذره انجمن ما بزرگتر شد و خب طبیعتا کشور فرانسه چون فضا و فرهنگ سوسیالیستی درش حاکم هست، خصوصا در قسمت فرهنگی بودجه‌ای رو میدن به انجمن‌ها. مثلا من به عنوان یه شخص آرتیست مستقل خارجی خب طبیعتا نمیتونستم حق اینا داشته باشم که بودجه رو مستقیم دریافت کنم، ولی وقتی انجمن من با این گروه و با یک تشکلی از افرادی که فرانسوی بیشتر بودن در کنار من درخواستی میکردن، ما میتونستیم کمک ها، سوبسید ها یا اینکه مکانایی رو برای اجرا، نمایش یا نمایشگاه به صورت رایگان در اختیار بگیریم یا ابزار در اختیار بگیریم و این باعث شدش که این انجمن ما ثبت بشه، شکل بگیره و معروف بشه و از سال 2013 به این ور از طریق این انجمن من در فستیوال کن حضور دارم. امسال 11مین سال حضورمون در فستیوال کن بودیم و اینکه به صورت در حقیقت کاملا بدبستونی فرهنگی فستیوال کن به ما اجازه میده اعضای گروه بیان آن پلاس اونجا حضور داشته باشن و از سرویس های رایگانی که اونجا هست استفاده ببرن. در قبالش ما راجع به فیلم ها می نویسیم، راجع به اتفاقات سینمایی می نویسیم، اگر لازم باشه در جای چیزی ترجمه بشه یا اتفاقاتی انجام بشه یا قرار ملاقاتی ستاپ بشه ما براشون به صورت مجانی انجام میدیم. و اینکه این انجمن بیان آن پلاس به من کمک کرد که
من در جای خودم بیش از پیش در هارمونی با ژان باتیست، با افرادی که آشنا میشن و افراد جدیدی که وارد این کشور میشن بتونیم کارهای فرهنگی خیلی خوبی رو در اینجا شکل بدیم. راجع به ژان باپتیست یار فرانسوی بگو. من وقتی که 15 سال پیش از ایران اومدم بیرون هیچ امیدی نداشتم که اصلا واسه چی اومدم. یعنی تنها چیزی که به من امید میداد همون میتر ضبط صدا بود که به من میگفت داری صدا رو درست ضبط میکنی، پس مهمم نیست به زبان فرانسوی ضبط میکنی یا انگلیسی یا به فارسی، کارتو ادامه بده ببین به کجا میرسی. و این فرهنگ و این شهر و درهای فرهنگی که من از بچگی دنبالش بودم، سینماگرایی که آشنا بودیم توی ایران از گودار، از تروفو، همه این اشخاص بر من دیالوگایی رو ایجاد میکرد که وقتی یک شخص فرهنگی دیگه یا معادل خودم میدیدم حرفی برای گفتن داشتم، حتی به زبان غریب. شانسی که داشتم با ژان باتیست شانتوزه آشنا شدم. ایشون یک فریخته و روشنفکری هستش که انتلکتوالی هستش که دکترای سینما داره و سینما رو به صورت تئوری 100% بلده و ترکیب من با تمام تجربیاتی که به صورت عملی بلدم و علاقمون به سینما، علاقمون به هنر باعث شدش که ما رو بیش از پیش به هم نزدیک کنه، بیان آمپلس کنه و درست و به جا در هارمونی قرار بده. اشاره کردی به جشنواره کن و 11 سال که اونجا جنسی یه جورایی متفاوت بود از سالهای دیگه. تفاوت‌های دیگه بارزی که تو متوجه شدی چی بوده؟ ببین فستیوال کن به نظر من هر کسی که عاشق سینماست باید یک بار تجربهش کنه، حالا چه شکلی و به چه صورتی. هر کسی راهش رو میتونه پیدا بکنه و ما میتونیم بهش مشورت بدیم. تو هر سالی ما افرادی رو که پتانسیلشون میبینیم از دانشجوهای سینمایی ژان باتیست، چون ژان باتیست تدریس سینما میکنه، افرادی رو که میبینیم برای 2 روز تا 3 روز کمک میکنیم، جا بهشون میدیم و میاریمشون. و اینکه به نظر من فستیوال کن در هر شکل و فرمی با اعضای داوران مرد، زن یا هر شکلی، با میتو، بدون میتو، لذت بخشه، چون که قرار ملاقات، یعنی در درست و به جا قرار گرفتن تقاطع تمام پروژه‌های هنری سینمایی. یعنی هر کسی که عاشق سینماست باید حتما یه بار خودش رو به اونجا برسونه و حتما یک بار حتی شده یک فیلم رو در اون سالن بزرگترین سالن سرپوشیده اروپا، سالن لوی میر، فیلم ها رو ببینه و متوجه بشه که من چی میگم و برای چی اینقدر مشتاقم که هر سال حضور داشته باشم و فیلم ها رو برای اولین سانس با گروه فیلمساز برای اولین بار دور هم ببینیم. یک فستیوال، یک جشن، یک پایکوبی تقاطع 7 هنره. امسال برای من جذاب بودش که اجازه داشتیم همه روی رد کارپت تا حدودی چیزهایی رو که پروتکل فستیوال به هم نزنه بگیم یا انجام بدیم. یادم سالهای اول من و ژان باتیست به عنوان 2 تا مرد روی رد کارپت شاید حتی اجازه نداشتیم کلاهامون رو نگه داریم یا حالا همدیگر رو ببوسیم یا حرکتی انجام بدیم. ولی امسال هیچ کسی نه به کلاهای ما کار داشت نه به رنگ مثلا اشارپای ما که گاهی اوقات سعی می‌کنیم یک رنگایی اضافه بکنیم که در حقیقت از اون پرچم رنگارنگ در حقیقت گی ها توی دنیا نامی بکنیم. امسال ما یه جورایی آزادانه تر بودیم و برخورد افراد توی رد کارپت، توی پروتکل یه خورده آزادانه تر بود. از همون اول منتظر اون واقعه حضور رسولوف بودیم. چیزی که همیشه اتفاق میافتاد به عنوان تجربه 15 ساله من توی فرانسه اینه که وقتی که فیلمی از ایران میامد، خب همکارای ما بودن، افرادی بودن که ما توی ایران میشناختیم، در حقیقت آف کامرا، خارج از دوربین، همه همدیگر رو ملاقات میکردیم. ولی وقتی که دوربین بود توی رد کارپت، توی نمایش فیلم، وقتی که دوربین بود هیچ وقت مثلا بازیگرایی که توی ایران فیلم کار کرده بودن و فیلم آورده بودن با سیستم قوانین ایرانی، خب طبیعتاً با بچه‌ای که دیگه با ایران کار نمی‌کردن و تبعیدی محسوب می‌شدن ملاقات رسمی نمی‌کردن. امسال اتفاقی که افتاد، تلویزیون فرانسه کانال 2، تلویزیون رسمی فرانسه، به صورت خیلی زیبایی یک میزانسنی چید، گلشیفته فراهانی اومد و راجع به اتفاقات و برنامه‌های در حال حاضر ایران صحبت کرد و همون موقع گفتن یک مهمون منتخب داریم که رسولوف برای اولین بار وارد سن شد و این لحظه ملاقات گلشیفته بعد از سالها و محمد رسولوف جلوی دوربین به صورت رسمی یک اتفاق خیلی غیر منتظری بود برای خود من.
Mohamed Rasoulov qui retrouve Gochifte Farhani. همه منتظر این بودن که فیلم رسولاب چه خواهد بود و فیلم به شکل خیلی خوبی پذیرایی شد، اومد و همطور که میدونی بیشترین زمان دست زدن و تشویق بود. این تشویق یه جوری هم برای کیفیت فیلم، هم به خاطر داغی سوژه و اتفاقات که توی فیلم بود، هم به خاطر 2 بازیگر زیبای دختر فیلم که دقیقاً خود شخصیت‌های فیلم بودن و چقدر خوب کست شده بودن. Thank you. Thank you. مرسی. خیلی متشکرم. واقعا نمیدونم در مقابل این همه محبت چی بگم. از فستیوال، از تیغی متشکرم. از همه کسایی که تو ساخت این فیلم کمک کردن و خیلی هاشون الان اجازه نداشتن اینجا باشن. سهیلا، میثاق، پویان، آقا بابای فیلم بردار، حسن شبانکار صدا بردار، طراح صحنه، همه رو اگه بخوام اسم بگم خیلی طولانی میشه. از همشون متشکرم و از اینکه از شما که این فیلم طولانی رو تماشا کردید و امیدوارم خیلی زود بساط ظلم و استبداد در ایران برچیده بشه. امسال حضور سینمای ایران به شکل کاملا غیرمنتظری متفاوت بود. کاری رو که آقای علی عباسی با فیلم عنکبوت مقدس انجام داد که بعد از نمایش فیلم گفتش که من اومدم شما رو، تماشاگر غربی رو، با بدن بازیگر زن ایرانی آشتی بدم، بهتون نشون بدم که وقتی که در زندگی روزمره زنی وارد هتل میشه در اتاقش با روسری نمیمونه و روسریشو بر میداره. اون راهی رو که علی عباسی 2 سال پیش با فیلم عنکبوت مقدس با بازی زر شروع کرد، به شکل خیلی کاملی در فیلم رسولوف برآیندش رو میشه دید و قدرت دیدن این صحنه‌هایی که تا حالا ندیدن، اتفاقاتی رو که تا حالا ندیدن تو اون هسته و سلول خانواده‌های ایرانی به صورت خیلی ناقصی نمایش داده میشد و زن تو رخت خواب با روسری میرفت یا زیر دوش یواشکی با شکل‌های مختلفی دیده میشد. صحنه‌ای بودش که واقعا خیلی پربار و پر از انرژی بود و خیلی به قول فرانسوی اتانتیک بود، خیلی اصیل بود و همونطور که با تمام وجود این گروه جون و کارنامه هنری خودشون رو به قمار گذاشتن برای این فیلم و از قلبشون مایه گذاشتن، این به قلب تماشاگر نشست. من خیلی رسما میتونم اعلام بکنم که سینمای ایران از اینجا به بعد، سینمای خارج از ایران، فستیوال‌های خارج از ایران اینجا به بعد فهمیده چه فیلمایی مستقل ایران خواهد بود و چه فیلمایی پروپاگاندا رژیم. به عنوان آخرین سوال میخوام راجع به نقش خودت به عنوان مسئول روابط عمومی و یکی از بنیانگذاران کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برومرز صحبت بکنی. خب اتفاقی که 2 سال پیش افتاد با انقلاب زن زندگی آزادی، با کشته شدن مهسا امینی، در حقیقت یک موجی رو ایجاد کرد بین ما ایرانیای خارج از کشور که خب درگیر مسائل خودمون بودیم، مسائل روزمره، خوب بد یا سختی‌ها یا خوبی‌ها یا پروژه‌ای که انتخاب می‌کردیم، ما رو برگردوند به در حقیقت مرکز ثقل ارتباط ما و همدلی با نسل جدید در ایران و باعث شدش که ما با همدیگه برای اولین بار خارج از کشور تمام آرتیست‌های تئاتر و سینما هم دست بشیم و یک انجمنی بزنیم که خود شما هم جزو اعضاش هستیم. من افتخاری داشتم که جزو بنیانگذاران بودم و اینکه در حال حاضر جزو هیئت مدیره هستم و سمت روابط عمومی انجمن رو دارم و به نظر من در آینده این انجمن خیلی مفید خواهد بود برای افرادی که از ایران خارج خواهد شد و بعد از انقلاب و سقوط جمهوری اسلامی ما با دستایی که و توانایی که داریم توی خارج از ایران میتونیم دیالوگای فرهنگی خیلی خوبی رو ایجاد بکنیم در کشورهایی که میزبان ما هستن. من خیلی خوشحالم که برآیند این اتفاق، این احساس همدلی با
نسل جدید باعث شد ما نسل قدیمی ها رو با هم همدست بکنه و بتونیم یه کار رسمی انجام بدیم و جزو اولین آرتیست هایی باشیم که خارج از ایران به صورت مستقل دست به دست هم میدیم برای پربار کردن دقیقت کاسه هنری هنرمندای دیاسپورا. تو این لحظه دوست دارم یادی از همکارمون بکنم که جزء اعضای هیئت مدیره هست، بهاران بنی احمدی، که از دوستان خیلی خوب من هست. توی پاریس باش شدم و در حال حاضر در کانادا زندگی میکنه. ایشون هم یک فیلم داشتن به نام آواز بوقلمون که فیلمیه که جایزه در حقیقت منتخب تماشاگران گرفت در قسمت 15 روز کارگردانان. یکی از امتیازهای ویژگی فستیوال کن امسال این بودش که ما یک ایرانی داشتیم از سینمای مستقل که مستقیم فیلمی رو داغ بدون سانسور آورد و یک ایرانی داشتیم که در دانمارک بزرگ شده و یک فیلم در حقیقت کاملا داغ و موضوع روز رو از امریکا برای ما آورد در فستیوال کن، فیلمی راجع به دونالد ترامپ. Here I appeal to all the producers and financiers out there. The silent movie era is over. Nobody is editing movie in 12 weeks anymore. Stop putting that in budget. Start at 30, 35 and then we can talk. دیدن این دو کارگردان تقریبا هم نسل و نتیجه کاراشون به نظر من خیلی آینده خوبی رو برای ما ساخته. من یادم همیشه بچه‌ها تو ایران تو نسل ما فکر میکردن که باید همه مثل عباس کیارستمی بشن، بعد اصغر فرهادی معروف شد، همه خواستن اصغر فرهادی بشن، حالا هم میتونن رسولوف بشن، هم میتونن علی عباسی بشن. در حقیقت یک راههای بسیار بازتری رو فستیوال کن در اختیار ما گذاشته در مدح هنر در کشور فرانسه. با سپاس از تو و همه وقتی گذاشته برای این برنامه و بدرود به همه بینندگان این برنامه و آرزوی صلح زندگی و آزادی برای تمام ساکنان کره زمین. ممنون از شما.